پژوهشگاه اقتصاد و صلح روز 16 نوامبر گفت تعداد قربانیان عملهای تروریستی که در جهان پی هم 4 سال بالا میرفت سال 2015 10% کم شده است. در شاخص جهانی تروریسم در سال 2016 آمده است که بیشتر از 29,000 نفر از دست گروه‌های افراطی و تروریستی کشته شدند که در مقایسه با سال 2014 10% کمتر است. شروع جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی از جمله یک سبب کاهش تعداد قربانیان تروریسم شده است، اما این زمان خطرات تروریسم در 23 کشور از جمله کشورهای اروپایی هم افزوده است و چنگال‌های گروه دولت اسلامی هرچی دراستر شدند. در این گزارش آمده است تاجیکستان در برابر خطر تروریسم نظر به دیگر کشورهای منطقه آسیب پذیرتر است و در این باره صحبت داریم با دانیل هیسلوپ، مدیر تحقیقاتی در پژوهشگاه اقتصاد و صلح در بریتانیا که از طریق اسکایپ از لندن به ما پیوست. جناب هیسلوپ به برنامه ما خوش آمدید. جناب هیسلوپ، کم شدن تعداد قربانیان عملهای تروریستی در سال 2015 آیا نشان دهنده آن هست که در سراسر جهان عملهای تروریستی کمتر شده است؟ بله، سال گذشته تعداد قربانیان از تروریسم 10% کمتر بود و این نشان می‌دهد که حمله های تروریستی هم کمتر شدند. اما عین زمان شدت تروریسم بیشتر شده و کشورهای زیادی هستند که در آنها خطر تروریسم زیاد شده است که این یک تمایل نگران کننده می باشد. 23 کشور شاهد تروریسم زیاد شدند به مثل فرانسه، ترکیه، تونس، لیبی، مصر و غیره. این کشورهایی که شاهد عمل‌های تروریستی شدند هم در خاورمیانه هستند و هم کشورهای یک منطقه از نظر اقتصادی پیشرفته جهان. شما میگویید که مداخله نظامی بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه این گروه افراطگرا را ضعیفتر کرده است. میتوانید شرح بدهید که این گروه نظر به گذشته چقدر ضعیف شده است؟ عملیات‌های نظامی در عراق و سوریه گروه دولت اسلامی را به طور چشمگیر ضعیف کردند. همچنین قلمروهای زیادی را از دست داد، ولی با نظرداشت همین مداخله نظامی اصول فعالیتش را تغییر داد و به دیگر کشورها حمله کرد و شریکانش را برای حمله به کار برد. یکی از ظهورات سال گذشته این بود که شماره حلقه و شریکان گروه دولت اسلامی سال گذشته 2 برابر زیاد شد، از 13 به 28 عدد رسید. گروه دولت اسلامی توانست از مرکزهای فعالیت خود در عراق و سوریه در 11 کشور حمله انجام دهد. در واقع توانست قدرت و فعالیتش را تا به کشورهای دیگر توسعه بخشد. شما تروریسم و خطر آن را در آسیای مرکزی تحقیق کرده اید. خطر این ظهورات در منطقه افزایش می‌یابد یا کمتر شده است؟ یک چیز درباره تروریسم در آسیای مرکزی در یاد داشت که در عموم این منطقه از فعالیت تروریستی عاری است، ولی عین زمان خطر و تهدیدها وجود دارند. در گزارش ما گفتیم که تاجیکستان در برابر خطر افزاینده تروریسم بیشتر آسیب پذیر است. سال 2015 در کشور 12 نفر در نتیجه فعالیت‌های تروریستی کشته شدند. خطرها در تاجیکستان از مرز با افغانستان و نزدیکی طالبان در مرزهای شمالی برمی‌آیند. شما سبب‌های ظهور تروریسم را هم تحقیق کرده اید. خلاصه چی است سبب‌های اصلی، مثلا گرویدن جوانان به سازمان‌های تروریستی و تندرو کدام‌هایند؟ When you look at the drivers of terrorism, you see that there's really 2 key factors. وقتی شما به سبب‌های تروریسم نگاه می‌کنید می‌بینید در کشورهای دارای خطر بلند تروریستی 2 سبب اصلی وجود دارد. اول خشونت بلند سیاسی به مثل قتل‌های خودسرانه، شکنجه و به زندان انداختن برای اندیشه‌های سیاسی وجود دارد. یا آنجا مناقشه‌های ادامه دارند که سببش هم اختلافات سیاسی است. در این جای‌ها عامل‌های افزایش تروریسم زیاد می‌شود. وقتی سبب‌های تندگرایی را می‌آموزید به مثل افراطگرایی اسلامی و یا جهاد، آوردن عامل‌های عمومی مشکل است. عامل‌هایی که مثلا جوانان را به انجام دادن عمل‌های تروریستی وادار می‌کنند، ولی همین عمل‌ها را جوانان انجام می‌دهند که یا دانش کم دارند یا در دانشگاه تحصیل کردند یا کار سردرآمد هم دارند. ولی یک چیز مهمی که در تحقیقمان معلوم کردیم این است که بیکاری و دور ماندن و از جامعه در انزوا ماندن از علت‌های اصلی رو آوردن به تروریسم است. تشکر. دانیل هیسلوپ، نماینده پژوهشگاه اقتصاد و صلح درباره شاخص سالانه تروریسم با ما صحبت می‌کرد.